با سلام و درود خدمت همه کاربران و بینندگان عزیز خودمون. همونطور که در ویدیوهای قبلی در خدمتتون بودم، به صورتهای مالی ترازنامه یا همون صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان خیلی اومدیم سرفصلاشو باز کردیم، توضیح دادیم. این جلسه رو در خدمتتون هستم در رابطه با تفسیر سرفصل‌های صورت سود و زیان جامع. این که اصلا صورت سود و زیان جامع چه رسالتی داره، چه هدفی رو داره که قطعاً تمام این صورت‌های مالی با همدیگه ارتباط دارن و هر کدوم از این صورت‌های مالی به ما یک اطلاعاتی رو منعکس می‌کنن که میتونه در تصمیم گیری هامون کاملاً مرتبط باشه. ببین دوستان، صورت سود و زیان جامع در واقع با صورت سود و زیانی که در دوره‌های قبلی، در ویدیوهای قبلی خدمت دوستان گفتم، یه فرقی داره. ما در صورت سود و زیان جامع درآمدها و هزینه‌هایی رو شناسایی می‌کنیم که تحقق نیافتن. حالا من براتون الان توضیح میدم. در صورت سود و زیان قبلی یا همون صورت سود و زیان بیسیک خودمون، ما درآمدی که در اون بالا به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی میکنیم یا همه درآمدهای دیگه که در صورت سود و زیان بود یا هزینه ها، اینا در واقع رویدادهای مالی مربوط به درآمد و هزینه هایی بودن که تحقق پیدا کردن. مثلا وقتی میگیم درآمد عملیاتی مثلا 100 بوده، این 100 بابتش ما یه فاکتور داده بودیم. اون فرایند تحقق درآمد طبق استانداردهای حسابدهی در صورت سود و زیان اتفاق افتاده بوده. اما یه سری درآمدها ممکنه اتفاق بیفته برای ما که عملاً از نظر استانداردهای حسابداری تحقق پیدا نکرده، اون شروط تحقق درآمد رو نداره. من یه مثال خدمتتون میزنم. مثلا همون بحث تجدید ارزیابی که الان هم توی شکل صورت سود و زیان جامع ملاحظه میکنید. ما یه دارایی ثابت داشتیم، یه ساختمونی رو داشتیم که بر اثر تورم این افزایش قیمت بهش خورد. مثلا خریده بودیمش 100، حالا شده 300 بعد از چند سال. خب این 200 که تو این فاصله بابتش افزایش نرخ خورده، اینو به عنوان درآمد نمیتونیم شناسایی بکنیم، چون هنوز نرفتیم سند بزنیم، قولنامه بکنیم، یا اینجوری بگم بهتره، فروشی انجام نشده. فقط داریم به خواننده صورت‌های مالی میخوایم یه هینتی بدیم که این ملکه یه افزایش نرخ خورده و این افزایش نرخه الان تو جامعه و در تمام جاهایی که این حالا کالا یا حالا دارایی ثابت رو دارن میفروشن تسری داره. ما این 200 رو کجا ببریم؟ 200 رو نمیتونیم ببریم تو صورت سود و زیان، چون درآمد تحقق یافته نیست. این 200 یک درآمد تحقق نیافته است که جاش در صورت سود و زیان جامع هستش. خب حالا بریم یه سری به خود صورت سود و زیان جامع بزنیم، ببینیم که به چه فرمتی هستش و چه سرفصل هایی رو داره. همونطور که در شکل ملاحظه میکنید، من همون نماد سیمان شاهرود خودمون رو آوردم، صورت مالی مربوط به صورت سود و زیان جامع رو آوردم. تو شکل همونطور که ملاحظه میکنید، ببینید بچه ها، خود صورت سود و زیان جامع خیلی صورت بلندی و به قول خودمون پرسرفصلی نیستش، خیلی کوتاهه و از قسمت شرح که سرفصل های این صورت سود و زیان جامع هستش من توضیح میدم. صورت سود و زیان جامع از صورت سود و زیان جامع از سود و زیان خالص شروع میشه. یعنی ما همون سود و زیان خالصی که در سود و زیان به دست آوردیم که 519 637 بود رو ور میداریم، انتقالش میدیم به صورت سود و زیان جامع. در واقع فرمول سود و زیان جامع اینه: سود و زیان خالص جمع جبری میشه با اقلام صورت سود و زیان جامع. اون اقلام چیان؟ 3 تا بیشتر نیست. این 3 تا قلم رو ما اگر داشته باشیم در بنگاه اقتصادیمون و ثبت شده باشه، لحاظ میکنن
و با این جمع جبری میشه و در نهایت به ما سود و زیان جامع رو میده که اینجا سود و زیان جامع 519 637 با همون سود و زیان خودمون یکیه، چون ما اون اقلام رو فعلا تو این شرکت نداریم. خب نکته‌ای که اینجا هست این هستش که من اینا رو پاک کنم. سود و زیان خالص ما این عدد با سایر اقلام سود و زیان جامع جمع جبری میشه که اولیش مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهوده، همون چیزی که تو همون اول صحبت هم گفتم. اگر دارایی ثابت مشهودی داشته باشیم که بر اثر تورم افزایش نرخ پیدا کرده باشه و این افزایش نرخ ثابت باشه و انتظار بره که دیگه کاهش قیمت نداشته باشیم، اینو طبق استانداردها میان هر 3 سال تا 5 سال، حالا قوانینش توی استانداردها موجود هستش، اینو میان تجدید ارزیابی میکنن و یه کارشناس دادگستری میارن و میگه این ملک شما دیگه 100 نیست، مثلا 300. اون 200 رو که کارشناس میاد تجدید ارزیابی میکنه میاد اینجا اضافه میشه. حالا من عدد یه 200 رو اینجا نوشتم، ببخشید بعد تو قسمت پایین بنویسم. این 200 رو اینجا در زیر سود و زیان خالص می نویسم که با اون بالاییه 519 637 باید جمع جبری بشه. اما میونه سرفصل بعدی تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی. این قسمت یه مفهوم بسیار جالبی داره، اونم اینه که اگر شرکت ما یه عملیات خارجی داشته باشه. یعنی چی عملیات خارجی؟ همونطور که از اسمش پیداست مربوط میشه به یک عملیاتی که با واحد پولی دیگه‌ای داره انجام میشه. تسعیر ارز در واقع تبدیل یک واحد پولی کشور دیگه است به واحد پولی دیگه. دلار به مثلا ریال، یورو به ریال. حالا ما چون کشورمون واحد پولیش ریال هستش داریم این دوتا ارز رو با هم دیگه میسنجیم. خب این از کجا نشأت میگیره؟ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی مربوط میشه به شرکت هایی که مثلا دارم میگم طبق استاندارد شماره 16 رو حتما برید بخونید. اونایی که دوستانی که رشتهشون مالی هستش قطعا تو استاندارد شماره 16 به تفصیل این بحث تسعیر ارز رو بازش کرده. من یه شرکتی هستم در ایران، یه فعالیت عملیاتی خارجی در خارج از کشور خودم با یک واحد ارزی دیگه ای دارم. مثلا در کشور مثال دارم میزنم ترکیه، ما یک شعبه ای میزنیم و اون شعبه جزو فعالیت های ما هستش، اما خب اون شعبه داره به لیر داره کار میکنه تو کشور ترکیه، واحد پولیش لیره. قطعا ما یه هزینه هایی رو اونجا انجام دادیم و یک درآمدهایی رو داره اونجا کسب میکنیم و اون باید در سیستم ما هم به عنوان یک واحد عملیاتی و در قسمت گردش عملیاتی ما هم ثبت بشه. خب اون قسمت رو کلا ورودی و خروجی هاش رو تسعیر میکنن به ارز واحد پولی ایران. حالا اینکه چطوری اینو تسعیر میکنن تو استاندارد شماره 16 به تفصیل گفته که با چه نرخ‌هایی این کار انجام میشه و با چه فرآیندهایی این کار انجام میشه. کلا ماحصل این عملیات خارجی که به واحد پولی ایران تبدیل شده رو ما اینجا داریم. فرض کنیم مثبت 100 هستش، یعنی عملیات خارجی ما تفاوت تسعیر ارزش مثبت 100. اگر یه همچین موردی رو ما داشته باشیم این در اینجا لحاظ میشه و در صورت سود و زیان جامع با سود و زیان خالص ما جمع جبری میشه و در نهایت ما به سود و زیان جامع میرسیم. در واقع تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی جزئی از فعالیت بنگاه اقتصادی ما هست، اما با یک واحد پولی دیگه. خب بریم سراغ آیتم بعدی، مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع. خب اگر در رابطه با همین عملیات خارجی یا اقلام دیگه که در صورت سود و زیان جامع هست مالیات اثری داشته باشه، اثرات مالیاتی اون رو محاسبه میکنن و اینجا جمع جبری میشه و به
سود و زیان جامعه ما اضافه یا کم میشه. خب در نهایت ما عدد سود و زیان جامعه رو داریم که حالا اینجا عددش به خاطر نداشتن اون دوتا آیتم تسهیل ارز و تجدید ارزیابی همون 519,637 هستش. خب دوستان در رابطه با صورت سود و زیان جامعه میتونید برید تو سایت کودال صورت‌های مالی شرکت‌های دیگر رو ببینید. مخصوصاً به ویژه صورت‌های مالی شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی کردن، ببینید اعدادش رو تو صورت‌های مالی توی یادداشت‌های توضیح بخونید بر اساس چه روشی محاسبه کردن که کاملا براتون جا بیفته. شما را به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیوی بعدی.